با یه ویدیوی دیگه 10 روز دیگه کریسمسه. اومدم که این خونه هایی که اینجوری کریسمسی درست کردن رو بهتون نشون بدم. یعنی یه سریا انقدر قشنگ درست کردن که مجبورم کردم پیاده‌شم که اینا رو بگیرم بهتون نشون بدم. ببین چه حوصله‌ای داشتن که اینا رو همه رو دونه دونه نشستن تزیین کردن و چراغونی کردن. حتی خونه های دیگه هم هست ولی این دیگه خیلی دل داده. تقریبا 10 روز دیگه کریسمسه دیگه. الان اوج این تزیینای کریسمسیه. بریم اون توشم بهتون نشون بدم. بعد اینجاها رو توی این محله انقدر چراغونی کردن و اینا، با اتوبوس مردم تیکت میخرن، سوار میشن میان اینا رو نگاه میکنن. یعنی با اتوبوس اینا رو میچرخونن این کوچه ها رو، این تزیینات رو بهشون نشون میدن. ببین چه بامزه است. مثلا تلویزیونه. سنتا هم داره اون بالا صحبت میکنه. این سلش داده گفته که به این خونه توجه کنید. توجهتون رو به این خونه جلب میکنه. خدایش هم خیلی تزیین کرده.
زحمت کشیده. من نمیدونم این وسیله ها رو کجا جا میده یارو بعد از اینکه کریسمس تموم میشه. خیلی وسیله است. بعد همه اینا هم کلی قیمتشه. ببین چقدر خرج کرده. اینجا اصلا یه استور باز کرده. این دوری پاپا گذاشته. ببین پشمام. آلیس در سرزمین عجایب. مثل استار وارز چرا گذاشته نمیدونم. شرطش چیه. بکنم یه هفته‌ای درگیر بوده خلاصه. این درخت دارم یعنی واسه خودش نور پردازی کرده. تا اون ته هم گذاشته. یعنی فکر کنم برای حیاط پشتش هم نگاه بکنی پر باشه. اینجا هم گذاشته. هر کی میرم اونجا با پارک میکنه و مثل نگاه میکنه. خب بریم. یکی از خونه ها آهنگم گذاشته. آهنگ کریسمسی. یه سری کوچه ها که میری انگار با هم رقابت داشتن. یعنی همینجور هی این اضافه کرده اون اضافه کرده و یهو قطع میشه تزیینا. بعد دوباره شروع میشه دوباره میبینی 7-8 تا خونه همینجور یهو با هم دیگه همه تزیین کردن و اینا دوباره قطع میشه. سنت‌های خیلی بزرگ اینجا گذاشتن از اینا که بادیه بادش میکنن. قشنگ به اندازه خونه 2 طبقه سایزشه. هلو سانتا. خیلی بزرگه. این اتوبوس هم آورده بهشون به مردم سوار شدن نشون میده این تزیینات رو نگاه. این برف هم که میبینین از 10 روز پیش مونده. یه برف خیلی زیادی اومد بعد هوا رفت منفی 17-18 شد. اینا همه یخ زد.
دیگه همینجور دیگه سرده تا بهار سال دیگه. چقدر پول برقشون بیاد اینا. توی خونه‌شون هم تازه چیز گذاشتن، درخت کریسمس گذاشتن بازم.